ایران ایران دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان برخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان. به نام ایران و به نام آزادی. به راستی که در دنیا هیچ چیزی سفندینه‌تر و مقدستر از نام ایران و هیچ گوهری گرانبهاتر از آزادی وجود ندارد. درود به روان پاک بزرگمرد تاریخ ادب فارسی فردوسی گرامی که هویت ایرانی رو برایمون پاسداری کرد و به میراث ما درآورد. درود به روان پاک همه دلیر مردانی که در راه پایداری ایران بزرگ از جان شیرین خود گذشتند تا ایرانمان یگانه و ماند. و همچنین درود من به تمامی فارسی زبانان، مردم تاجیکستان، مردم افغانستان و هم میهنان ایرانی هم در هر کجای این گیتی که هستند. درود به همه آنان که خود رو فرزندان امپراتوری بزرگ ایران برمی شمارند و مردمانی که روزگاری بخشی از جغرافیای پهناور ایران شهر ساسانی رو در کنار هم تشکیل میدادند و اکنون با وجود اینکه این جغرافیا از هم گسسته شده چنان پیوندشون رو پایدار و استوار نگاه داشتن. و همچنین درود من به همه شما خوبان و بینندگان بسیار گرامی و ارجمند شبکه جهانی کانالیه که همکنون برنامه این بیننده هستید و یک شنبه دیگری رو تجربه میکنیم و من بسیار شادمان و مفتخرم که یک ساعت پیش رو با برنامه از تیسفون تا توس از سری برنامه‌های جنبش نوزایی ایرانی رنسانس ایرانی به همراه شما و در کانون گرم خانواده شما در سراسر گیتی به ویژه آنان که در ایران میزبان ما هستند به سر میبرم. نخست جشن اردیبهشتگان، جشن راستی و داد، زندگی و مهر رو بر همه شما هم میهنانم فرخنده بادم. یکی دو روز گذشته تعداد زیادی روز پدر رو به من تبریک گفتند و ساعتهای سختی رو در واقع برام رقم زدن. یأس و ناامیدی همه وجودم رو تحت شعاع خودش قرار داده بود وقتی این پیام ها رو میگرفتم. داشتن اون همه پیام نه تنها موجب شادمانی من نشد بلکه سنگینی غم سالهای گذشته دوباره به روی شانه‌هام احساس شد. البته با این تفاوت که شانه‌هایم زیر فشار غربت ناخواسته استخوان‌هایش خرد شده و توان به دوش کشیدن این همه ناملایمت رو نداره. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. نخست اجازه بدید که با توجه به اینکه روز پدر رو در ایران برخی از ایرانیان البته تجربه می‌کردن مقداری در مورد روز پدر سخن بگم و نحوه اون در ایران باستان و سپس به بازسازی حرمین در عراق خواهم پرداخت. روز پدر در ایران باستان و تا پایان شاهنشاهی پر افتخار ساسانیان روز دوم ماه از ماه بهمن که سالنامه زرتشتیان در واقع اون رو برابر با 26 دی ماه میدونه، 26 دی ماه خورشیدی برگزار میشه. میدونید که بهمن یک واژه اوستایی و هومانا به معنای اندیشه نیک که و در اوستا ونگوه به معنای نیک و به معنا برچم اندیشه درست ازش یاد شده. فروزه بهمن یکی از فروزه های همشاسمندان اهورمزداست و در دنیای مینوی مظهر اندیشه نیک و دانش خدا داده. ببینید نیاکان ما چه روزی رو برای پدر انتخاب کرده بودند و با چه انگیزه‌ای. تا زمان شاهنشاهی ساسانی در چنین روزی زنان و مردان
در واقع زنان به مردان هدایایی رو میدادن و همچنین فرزندان به پدران خودشون هدایایی رو پیشکش میکردن و به وسیله دادن هدیه از اونها در واقع سپاسگزاری میکردن و روز پدر رو جشن میگرفتن. این روز رو بهش جشن بهمنگان میگفتن که این روز به مردان اندیشه‌ور و درستکار تعلق داشت و نزد پارسیان، زرتشتیان و نیاکان ما به عنوان روز پدر نامیده میشد که پس از یورش تازیان به نابودی انجامید. فرزندان سرزمین اهورایی ایران باید بدونند که جشن بهمنگان یعنی روز بهمن از ماه بهمن روز پدر و جشن پدران و مردان درست کردار است. فرزندان ایران و هر که خود رو ایرانی میشناسه باید در روز اندیشه نیک همه تلاش‌ها و راست کرداری های پدران رو پاس بدارن، نه روزی که به یک بیگانه عرب پیوند داره. من میراث نیاکانمون رو برای انتخاب بهمنگان یعنی اندیشه نیک رو به عنوان روز پدر یادآور شدم تا شما بینندگان ارجمند و فرزندان ایران بدانید که بی هویت نیستید و اکنون که با هویت خودتون آشنا شدید به معرفی شخصی میپردازم که روز پدر رو تلاش میکنن به او منسوب کنن. معرفی علی ابن ابی طالب، کسی که امروز بسیار تلاش شده که روز پدر رو به او پیوند بدن و داوری و انتخاب رو به شما گرامیان واگذار میکنم تا با وجدانهای پاک و خردمندانه هر کدوم رو که خواستید برگزینید و برای خودتون انتخاب کنید. اگر وجدان شما قبول میکنه که روز تولد یک انسان بیرحم عرب که به استناد به تاریخ به جامانده از نگارندگان مسلمان حتی مانند آب خوردن سر میبرید روز پدر تو ایرانی باشه، همون رو برگزین. ولی به من به عنوان یک پدر و کسی که فکر میکنم نتیجه تجاوز اعراب مسلمان به بانوان سرزمینم نیستم، چنین روزی رو روز پدر نگید و باش نگید در چنین روزی و من این روز رو به عنوان روز پدر به رسمیت نمیشناسم. پس از هر چیزی یک واکنش هایم خواهد داشت. من پیشتر میخوام درخواست بکنم که از شما بیننده گرامی که پای این برنامه نشستید ممکنه سخنی رو بخواید بشنوید که خوشایند براتون نباشه یا دوست نداشته باشید بشنوید، نخست بهتون اشاره میکنم که هیچ کسی برای شنیدن این سخنان در واقع مجبور نیست و اگر بشنوید در واقع شاید بتونید اطلاعاتی کسب بکنید و شاید اطلاعاتی رو دارید کاملترش بتونید بکنید، یا چیزی رو شنیدید سند وجود نداشته من به شما سندی ارائه بدم. به هر شکل تقاضا میکنم که با دقت به سخنانم گوش کنید. من تموم سخنانمو با ارائه سند به آگاهی شما خواهم رسوند و با توجه به این به معرفی یکی از بزرگترین و متخصصان سربریدن انسانها در تاریخ چند هزار ساله بشر میخوام بپردازم. البته میدونم که شنیدن سخن امروز من برای شما بسیار دور از ذهن و عجیب و باور نکردنی ممکنه باشه، ولی خوشبختانه بسیاری از نگارندگان مسلمان با اشاره به تاریخ آن دوران کتاب‌های بسیاری از خودشون پیرامون این داستان غم‌انگیز برای ما به میراث گذاشتن. در واقع علی ابن ابی طالب رکورد شکن افرادیه که با دستان خودشون در تاریخ به ثبت رسیده که انسان‌های دیگر رو کشتن و سربریدن. من تاکنون به هیچ شخصیت دیگری در تاریخ ایران و تاریخ هیچ مملکتی در هیچ زمانی برخورد نکردم که کسی با دست خودش این تعداد انسان رو سربریده باشه. البته بودن چنگیزها، تیمورها، هیتلرها و سایر آدم‌هایی که کردار و پندار آنها به مرگ صدها هزار و هزاران هزار میلیون‌ها انسان انجامید، اما اونها هیچ کدوم خودشون با دست خودشون این کار رو نکردن و خودشون با دست خودشون سر کسی رو نبریدن. و این مردی است که بسیاری از مردم خرد باخته و ناآگاه با تحریف رخدادهای تاریخی و نادیده گرفتن کردار او تلاش میکنن که از یک انسان قسی القلب الگوی اخلاقی بسازن، کسی که در
چشم انسانهای دیگر نگاه میکرد و همزمان سر آنها رو میبرید. آیا برای چنین انسانی میتوان هیچ احترامی قائل شد؟ از شما بیننده گرامی درخواست میکنم بدون هر گونه داوری نخست به سخنان من و نتیجه پژوهش‌ها و بررسی‌های تاریخی من توجه بفرمایید و اگر تا پایان عرایض بنده اشکالی، سخن نادرستی، دروغی به صورت تاریخی البته، چون اون چیزی که میخوام بگم بر پایه تاریخه، و یا سخن مغرضانه یافتید به ایمیل من که زیر همین برنامه گذاشته شده ایمیل بزنید و اگر سندی معتبرتر از اون چیزی که من ارائه میدم دارید که بتونه اینو رد بکنه برای من ایمیل کنید بدون تردید و شرافتمندانه در برنامه بعدیم حتما اون رو مطرح خواهم کرد. هدف ما در جنبش نوزایی ایرانی روشنگری است. اگر روشنایی شما از شمعی که من میافروزم پررنگتر باشه به فرمان خرد من نیز در پرتو شنای شما قرار خواهم گرفت. نخست میخوام برم سراغ کتاب مروج الذهب. مروج الذهب در صفحه 729 در رابطه با کشتار خاندان عضد سخن گفته. به من فرمانه بدید که من از روی کتاب به شما اشاره بکنم این موضوع رو. این کتاب مروج الذهب، من نمیدونم توی تصویر میتونم نشون بدم این رو یا نه، و این هم صفحه 729 این کتابه. این قسمتی رو من هایلایت کردم که این قسمت رو در واقع اجازه بدید من میتونید خودتون برید این کتاب رو پیدا کنید. در اینجا اشاره میکنه به این که در رابطه با خاندان عضد علی و یاراش همراهانش که چند نفری بودن در یک روز تعداد 2500 نفر از خاندان عضد رو سر بریدن به نحوی که کسی زنده نمون تا دیگری رو دلداری بده و تسلیت بهشون بگه. اگر خوشبینانه به این قضیه نگاه کنیم و برای این شخص و 4 نفر همراهش سهمیه بگذاریم بگیم همشون با هم برابر آدم کشتن، 500 نفر رو ایشون اینجا سر بریده. این 500 نفر رو شما داشته باشید. میخوایم بریم سراغ تاریخ بعدی. در کتاب منتهی الآمال جلد اول صفحه 153، این کتاب منتهی الآمال نوشته شیخ عباس قمیه و در صفحه 153 این کتاب اشاره میکنه به در واقع جنگ علی در نبردی به نام لیلة الحریر که در این لیلة الحریر میگه که حدود 500 تا 900 نفر رو از دم تیر گذرون. در اینجا هم اگر حداقل این تعداد یعنی 500 نفر از این افراد رو که این شیخ بزرگوار گفته بپذیریم، علی ابن ابی طالب در این نبرد ناجوان مردانه میبینید که 500 نفر رو با دستان خودش سر بریده. این 2 تا 500 نفر شد 1000 نفر تا اینجا بر اساس این 2 تا اون چی که من در اختیار دارم ازش صحبت میکنم. میریم در کتاب علی مرز نامتناهی. در این کتاب در صفحه 199 کشتار عبدالله خضرمی رو بهش اشاره میکنه که میگه عبدالله خضرمی و 70 تن از یارانش از بیم جانشون در واقع به یک قلعه پناه میبرن. به دستور علی ابن ابی طالب اون قلعه رو با آتش میکشن که در جریان آن تمامی این آتش میسوزن، به طوری که اشاره میکنه در تاریخ که بوی بریان شدن اونها آنچنان در هوا پخش شده بود که مردم رو آزار میداد. ببینید اینجا هم 70 نفر رو مثل آب خوردن کباب کرد. اینو به اون 1000 نفر اضافه بکنیم میشه 1700 نفر. میریم سراغ تاریخ طبری. در تاریخ طبری جلد 4 صفحات 1380 تا فکر میکنم 1460 خورده‌ای، به نظرم تا 1460 خورده‌ای بود. و همچنین توی همون کتاب دوباره باز در جلد 6 اون جلد 4 بود، در جلد 6 هم باز میبینیم که بین صفحات 2420 2265 تا 2420 باز به کشتار یه عده اشاره میکنه که اینها کسانی هستن که بعد از فوت محمد از دین اسلام برمیگردن و دستاشون رو رنگ کرده بودن به
فرهنگ اون زمان شادی میکردن از این موضوع و در مورد اونها صحبت میکنه که او و خالد ابن ولید خالد ابن ولید در واقع همه اینها رو کشتن و اجسادشون رو در آتش سوزوندن. به طور تخمینی هم اگر بخوایم حساب بکنیم این تعداد رو بر اثر اون چه که در کتب تاریخ اومده و جمع‌بندی کرده، در اینجا هم منصفانه اگر بخوایم بدیم 100 نفر میگذاریم به حساب علی، یعنی 100 نفر هم در اینجا کشته شدن. این میشه 1000 و در واقع 170 نفر و اون 1070 نفر. باز میریم سراغ همین تاریخ طبری جلد سومش صفحه 1093. ببینید در اونجا به بنی قریظه اشاره میکنه و اشاره میکنه به این که علی و زبیر ابن عوام پس از پیروزی بر قبیله بنی قریظه، که خوب البته این بنی قریظه واقعا یک داستان دردآوری داره که حالا به وقتش من در سخن خواهم گفت، ولی الان فقط میخوایم به سربریدن‌ها اشاره بکنیم که این افراد رو 900 نفر از مردان قبیله رو در مقابل گودالی که از پیش کنده بودن، یعنی وقتی که اسرا رو می آوردن پیامبر پیشتر اومده بود دستور داده بود گودال رو بکنن و اینها رو میارن اونجا، زبیر و علی شروع میکنن به سر بریدن و اینها رو سر میبردن. اینجا هم اگر بیان بین این دوتا تساوی قائل بشیم، هرچند که علی بسیار بسیار در واقع حاضق‌تر بوده در کارش، ولی بگیم حتی اینا اگر مساوی هم آدم کشته باشن هر کدوم 450 نفر سر بریدن توی اون گودال ریختن. جمع اینها تا اینجا شد 1620 سر بریده شده و با آتش ریخته شده. همون گونه هم که مشاهده کردید من تموم اینها رو از کتب تاریخی و کتب کسانی آوردم که در واقع مسلمان هم هستن. ببینید وقتی من مطلب رو از کتاب منتهی الآمال براتون میارم، منتهی الآمال رو شیخ عباس قمی نوشته، یعنی کسی که شما ناآگاهانه نمیدونید یه همچین آدمیه، ولی اگر بخواید الان لعن و نفرینش بکنید، همین شخص در واقع مفاتیح الجنان رو نوشته، یعنی هر مسلمانی کنار قرآنش یه دونه هم مفاتیح الجنان داره. پس اگر بخوایم نپذیریم حرف این شخص رو، باید هم اونو نپذیریم هم اینو نپذیریم. به هر حال من اینها رو آوردم تا با هم دیگه ببینیم که این شخص افتخار داشتن مدال طلای آدمکشی رو داره، نه افتخار داشتن روزی به نام پدر برای سرزمینی که اون همه فرهنگ و قدمت و تاریخ داره. البته من امیدوارم که برخی از بینندگان به بی‌انصافی در واقع متهم نکنن منو، چون من اینجا فقط قتل‌های ناجوانمردانه این شخص رو جمع آوری کردم و اگر بخوایم به جنگ‌های دیگه‌اش اشاره بکنیم مثل نهروان، مثل جمل، مثل نمیدونم 10 جنگ دیگه‌ای که اون شخص‌ها رو بدون شک این تعداد از مرد 5000 نفر هم خواهد گذشت. یک همچین شخص میاد برای شما میشه الگوی روز پدر، روز تولد یک همچین شخصی میخواد بشه روز پدر. حالا این یک واقعیت تاریخیه. شما 15 تا مرغ رو بخواید سر ببرید نمیتونید شب بخوابید. چطور یک کسی میتونه 500 نفر در یک روز بکشه و شب رو آروم بخوابه؟ حتما میخواید بگید که فرمان خدا بوده. بابا اگه فرمان خدا بوده اجازه بدید، خدا قادر، خدا تواناست، اجازه بدید خودش یک کاری بکنه، نخواد دیگری براش یک کاری انجام بده. خدا انقدر ضعیف نیست که کسی دیگری بخواد براش کار انجام بده. به هر شکل حالا به من بگید که چه افتخاری در اخلاق و منش و روش این سربر وجود داره که ملت ما با داشتن بزرگانی مانند زرتشت که حتی خون یک جانور رو در طول عمر خود به زمین نریخته، و یا کوروش که اون همه جوانمردیش توسط بیگانگان در کتاباشون آورده شده و ازش یاد کردن، و یا فردوسی که میگه میازار موری که دانه کشد که جان دارد و جان شیرین خوشد. چگونه ممکنه یک کسی که حتی به جان مورچه و به اصطلاح یک حیوان بسیار کوچک اهمیت قائل میشه، به اون رو شیرین و خوش میدونه و آزار رسوندن و اون رو منع میکنه، چگونه ممکنه که مردم ما اینها رو رها کنن، این بزرگان رو فراموش کنن، بعد پدر رو به تولد عربی که مثل آب خوردن سر میبریده پیوند بزنن؟ اون آدمایی رو که توی اون
کتاب براتون آوردم که آتش زده بود و بوی به اصطلاح سوختگیشون همه جا رو گرفته بود. خب همین کاریه که امروز داعش داره میکنه. مگه داعش اون کسی رو که آورد توی یک پس گذاشت و آتش زد، مگر اون انسان نبود؟ نیاییم انسان ها رو از روی دینشون بررسی بکنیم و بهشون نمیدونم برچسب کفر رو لایق بودن به مرگ رو بزنیم و هر کاری که دلشون خواستن به این عنوان بکنن و توجیه کنن کارشون. این هم همونه. و هر روز اگه قرار من با گفتن این سخنان مجرم شناخته بشم، بهتره یک شریک جرم مورد قبول خودتون رو هم داشته باشم. با هم یک ویدیو کوتاه رو ببینیم و بازگردیم ادامه برنامه رو پی بگیریم. من از کارگردان برنامه تقاضا میکنم اگر امکانش وجود داره اون ویدیو رو برای ما پخش کنن. سپاسگزارم. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوب‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت‌ها پیش نمی آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می خواهم، خطای خودمون را عذر می خواهم. ما مردم انقلابی نبودیم. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام میکردیم، تمام جبهه ها را ممنوع اعلام میکردیم. یک حزب و اون حزب الله، حزب مستضعفین، و من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم. و من اعلام می کنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران که اگر سر جای خودشون ننشینند ما به طور انقلابی با آنها عمل می کنیم. مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه، اون مرد نمونه عالم، اون انسان به تمام معنا انسان، اون که در عبادت اونطور بود و در زهد و تقوا اونطور و در رحم و مروت اونطور و با مستضعفین اونطور بود، با مستکبرین و با کسانی که توطئه می‌کنند شمشیر را می‌کشت و 700 نفر را در یک روز، چنانچه نقل می‌کنند از یهود بنی قریظه که نظیر اسرائیل بود و اینها از نسل اونها شاید باشند، از دم شمشیر گذران. خدای تبارک و تعالی در موضع عفو و رحمت رحیم است و در موضع انتقام انتقام جو. امام مسلمین هم اینطور بود، در موقع رحمت رحمت
و در موقع انتقام ما نمی ترسیم از این که در روزنامه‌های سابق، در روزنامه‌های خارج از ایران برای ما چیزی بنویسند. ما نمیخواهیم وجاهت در ایران، در اسلام، در خارج کشور پیدا بکنیم. ما میخواهیم به امر خدا عمل کنیم و خواهیم کرد. با درود دوباره. دیدید و شنیدید که من خیلی منصف‌تر از ایشون بودم. من اگر گفتم در بنی قریظه 500 نفر رو گذاشتیم به حساب، 450 نفر رو به حساب کشتار علی گذاشتیم، ایشون 700 نفر رو آورد. به هر روی من همه اینها رو گفتم به خاطر اینکه فرزندان ما بدونن و بتونن راه انتخاب داشته باشن، بدونن آیا اون اندیشه نیک، روز اندیشه نیک برای پدر مناسب تره، پدری که در تموم طول دوران زحمت میکشه و فرزندی رو در واقع به رشد میرسونه، یا روزی که روز تولد شخصی میشه که این چنین آدم میکشه. و هر روی اون چه از خوبی های ایشون گفت اونطور بود، طورش رو نگفت چطور بود، ولی خب اونطور بود. در بخش بعدی پیمان بسته بودم که به یک موضوع جالبی کنم و اون موضوع بازسازی حرم‌هایی که در عراق در واقع مورد تهاجم داعش قرار گرفته و تخریب شده، اونها رو در واقع ایران داره بازسازی میکنه. البته بهانه بازسازی به خاطر اینکه نیروی نظامی اونجا داشته باشه، به این بهانه داره از جیب مردم هزینه میکنه که بتونه نیروی نظامی رو در اونجا داشته باشه. من این موضوع رو توی مطالبم از قول کسانی که مصاحبه هاشون رو توی هفته گذشته بررسی کردم به آگاهی شما میرسونم تا خودتون هم موضوع پی ببرید. دو چیز من توی این مسائلی رو که بررسی میکردم برام خیلی جالب بود. یکی این که از اموال ملت ما مشغول تجهیز کردن اماکنی هستن که در نهایت همون ملت قرار اونجا رو زیارت کنن و پولوارون کنن. این خیلی جالبه که ما خودمون باید هزینه بکنیم که همچین اتفاقی بیفته، ولی برای دیگری. از گفته‌های مسئول اون پروژه به نظرم میرسه که تاکنون هزینه بالغ بر ساخت 200 کارخونه 35 میلیون دلاری رو صرف این کار کردن و خدا عالمه که تا تکمیلش چقدر دیگه هزینه چند تا کارخونه دیگر رو باید صرف یک همچین برج و بارویی بکنن، در حالی که ما ملتمون توی اون کشور گرسنه و فرزندان کار توی خیابونا کار میکنن و زنان در خیابونها خودفروشی میکنن و خودشون دارن این آب رو میدن. به هر روی ایشون اشاره میکرد که در مصاحبهش که بیش از 10,000 نفر مشغول کار هستن توی این پروژه و آدمایی رو نشون میداد که کلاه از سرشون بر میداشتن و تعظیم میکردن و دست روی سینه میگذاشتن که در واقع دارن یه همچین خدمتی میکنن. و از افتخارات دیگرشون این بود که ایشون با افتخار از اون یاد میکرد این بود که یک حرمی دارن میسازن، نمادین حرم حضرت زهرا در کنار قبر امام علی. اینا دارن اونجا یه همچین چیزی رو میخواد که از نظر ایشون کاری بی‌نظیر بود. میگفت این کار واقعا بی‌نظیره. البته به نظر من هم ساخت حرم و گوری که کسی تو اون نخفتیده باشه و بتونن غالب بکنن به مشتی دوان سوخته، بی‌نظیرترین نوع کلاهبرداری در دنیا و روزگاره و به کارگیری یه همچین کلاهبرداری در دوره علم و تکنولوژی واقعا بی‌نظیره. به هر شکل اینا فکر میکنن که خیلی زرنگن که دارن یه همچین کاری رو میکنن، یه همچین عبد دروغی به اصطلاح در اون. نمیدونم واقعا چی باید بگم راجع به این مسائل. اینها در آینده این چندان دور برای نسل بعد طوری جا میاندازن، اونجا رو میسازن و طوری جا میاندازن که انگار به جای یه جنازه 2 یا چند جنازه اون تو خفته.
چرا همین قبر دروغی رو تو بشایرد، خوزستان یا بلوچستان نمیسازی تا یه عده‌ای برن اونجا خودشونو بمالن اونجا، دخیل رو ببندن و ذریع اونجا در واقع متصل بشن؟ یه چیزی هم گیره هموطنای ما بیاد، همون پولی رو که میخوام ببرن اونجا تو کشور خودمون خرج بشه. ما کم زنهای خودفروش داریم تو مملکت، کم کودک کار داریم، کم در واقع کارگرای دو شغله و گرسنه داریم که از صبح تا شب باید برن جون بکنن بیان. چرا بچه‌های ما از تربیت با افتادن؟ به خاطری که اولیاءشون باید برن فقط کار بکنن، شکم اینا رو سیر بکنن. کجا فرصت تربیت کردن اینا رو دارن؟ عراقی‌ها که کم به ملت ما بدهکار نیستن. اجازه میدادید خودشون از حداقل از همون 1000 میلیاردی که غرامت جنگمون بود و اونو باید به اصطلاح 27 سال پیش به ما پرداخت میکردن، همونو پرداخت بکنن. در واقع مرکز پولسازی کشورشون رو میتونستن با پول ما بسازن، اما پولی رو که به ما بدهکار بودن. مگه مردم ما فقط مسلمونن؟ آیا کویتی‌ها مسلمون نیستن؟ کویتی‌ها عرب زبون نیستن؟ پس چرا خسارت کویت رو که بعد از ما هم بوده جنگش پرداخت کردن؟ اون وقت شما میرید یه چیز دیگه هم اون بر خرج میکنید. و شما بیننده عزیز، شما بیننده گرامی، شما مردمی که این همه هزینه رو به شکل نامحسوس دارید پرداخت میکنید، آیا از خودتون پرسیدید خب اگه امکان این هست که یه قبر دروغی ساخته بشه، چرا اینو تو ایران در واقع نسان این کارو نکردن؟ البته دلیلش واضحه. همونطوری که در دنیای اقتصاد یک کالای جدید رو لابلای کالای شناخته شده عرضه میکنن، همونطوری که با قرار دادن یک بازیگر جدید در سینما کنار یک ستاره مشهور او رو وارد دنیای هنر میکنن، اینها هم از فضای معنوی به وجود اومده اونجا در بین اون حرم ها با کمک ملاها و مده ها در واقع بین اون دوتا حرم در زمانی که در زمان و مکانی که در واقع باید بگیم که اوج خردگریزی رو بر مردم غالب میکنن، اینها از اون موقع سوء استفاده میکنن، از اون موقعیت بهره میبرن تا گروهی خرد باخته رو در واقع بهشون بباورونن که اون قبر دروغی رو هم در اونجا بپذیرن و زیارت بکنن. پس از گذشت یک قرن یا مثلا پس از گذشت چند نسل، شاید 2 نسل، دیگه نمیتونی از ذهن مردم نسل سومیا و بعدش بیرون بیاری که این قبر دروغیه و از ذهن اونا پاک کنی. همونطوری که قبر جسد امام حسین توی اون زیارتگاهی که میرن وجود نداره، ولی دارن میرن زیارت میکنن، در واقع خودشون رو هم میکشن برای زیارت کردن اون و رسوندن دستشون به اون ذریع. این گفتم، حالا نگید که از کجا در آوردی همچین چیزی رو. در کتاب تشیع و تصوف صفحه 49 50 تا اگر برید ملاحظه بکنید میبینید که اشاره میکنه که در زمان متوکل، یعنی در زمان عباسیان، به مرقد امام حسین تجاوز نمودن، اون رو ویران ساختن و حکم شخم زدن کردن، یعنی به مدت 100 سال بعد از ویرانی اونجا رو گفتن شخم بزنید و کشاورزی کنید. میدونید که کشاورزی کردن در اون زمان با کود شیمیایی نبوده، با کود انسانی و حیوانی بوده. اون زمین رو تا دلتون بخواد شروع کردن به کشاورزی کردن و بعد از 100 سال دوباره کسی دیگه قدرت رو به دست گرفته، اومده همون گنبد وارگاه رو دوباره اونجا زده و این برای بار اوله. دوباره باز اشاره میکنه که در یک دوره دیگه به سال 489 باز هم مرقد امام حسین مورد تعرض واقع شد. یک دوره دیگه هم باز این اتفاق میفته در اون سال و در این دوره اونجا رو گود میکنن، آب میاندازن، یعنی یک دریاچه مصنوعی درست میکنن. به مدت 50 سال هم دریاچه مصنوعی بوده. شما حساب بکنید چه جسدی میتونه اونجا وجود داشته باشه. حالا بگذاریم که در روایات خودشون میگن جسدی شناخته نشد و جسدی نبود، یک سر بود و اون سر رو بردن زینبیه در سوریه و بعدم از اونجا بردن توی جای دیگه در مصر رأس الحسین. یعنی 2 تا رأس الحسین داریم که معلوم نیست حالا هیچ کدومش واقعا داشته باشه یا نه، اما دارن زیارت میکنن. در سوریه دارن همون رو زیارت میکنن. جوانای ما رو دارن به هوای نگهداری از حرم میبرن تو سوریه به کشتن میدن که همون جای خالی رو در واقع بخوان نگهداری و پاسداری بکنن. این وضعیت ماست تو اون مملکت، این وضعیت ملت ماست با این
شکلی که براشون درست کردن. این کار اینا منو واقعا به یاد یک داستانی انداخت، داستان اون گربهه. بگم بهتون داستان جالبیه چون ربط داره به موضوع دینسازی و باورسازی برای مردم. توی حکایت ها اومده که توی معبدی گربه‌ای زندگی میکرد که وقتی که میومدن راهبا میومدن عبادت کنن مزاحم اونا میشد، سرصدا تولید میکرد و مزاحمت ایجاد میکرد. به همین دلیل استاد بزرگ اون معبد در واقع هر زمانی که وقت مراقبه میرسید و میخواستن در واقع دعا بخونن، یه نفر رو وامی داشت که اون گربه رو ببره ته باغ ببنده به یه درختی. این روال سالها ادامه پیدا کرد، کم کم به صورت یک اصول در واقع کار اون مذهب در اومد. بعد از سالها این استاد بزرگ میمیره و هم بعد از یه مدتی میمیره. راهبای اون معبد میرن یه گربه دیگه ای رو میخرن میارن تا هنگام عبادت کردن برن به درخت ببندن که اصول عبادت رو درست به جا آورده باشن. یه چند وقت از این قضیه میگذره، یک استاد بزرگ دیگه ای رو میارن که جایگاه استاد پیشین رو پر کنه. همون استاد بزرگ رساله ای می نویسه در رابطه با اهمیت بستن گربه در هنگام عبادت. دیگه خودتون تا تهش رو بخونید. بسیاری از باورهای ما اینگونه به اصول دین و قانون و مذهب تبدیل شده و اون چه که در این میان جای شگفتی است اینه که چرا ملتی خرد باور، ملتی خرد گستر در تمام طول دورانها پس از یورش تازی به این درجه از خرد ستیزی میرسن که یک همچین مسائلی رو در واقع میپذیرن که در زندگیشون به وجود بیاد و هیچ گونه اعتراضی نسبت به این مسائل ندارن و چه بسا از روی ریاکاری سعی میکنن که پیشی بگیرن نسبت به دیگری. ملت ما رو به کجا دارن میبرن؟ مردم ایران در هیچ دوران این چنین مسخ و آلوده و بی‌تفاوت نشده بودن. یک عده‌ای اینقدر بی‌تفاوت و یک عده‌ای از بی‌تفاوتی این مردم سر به طغیان میزنن. نمونهش رو دیدید شنبه گذشته صبح بانوی لخت در خیابون قدم میزنه. آیا فکر کردید اون بانو دیوونه بود یا از گرما بی‌طاقت شده بود؟ نه، عصیان کرده بود، بلکه اون تصمیم گرفته بود تا با قربانی کردن خودش در واقع صدای اعتراض بانوانی باشه در اون جامعه که به هر دلیلی صداشون در نمیاد. یا شاعرها رو ما میبینیم در اون جامعه با سروده هاشون لرزه به اندام حاکمیت انداختن. یا استاد دانشگاهی که در مشهد همین چندی پیش همه پنبه های حاکمیت رو یک شبه در رابطه با مافیای آب زد، یعنی به طور کل همه کاسه کوزه‌شون رو به هم زد. اما با این گل‌های جدا و از همدیگه به اصطلاح جدا هرگز بهار نمیشه. بهار شکوفه‌های در هم تنیده رو میخواد برای اومدنش. یعنی زمانی که شکوفه‌های بهار میاد شما نگاه کنید درختان شکوفه‌هاش در هم تنیدن و بوی بهار میاد. مردم ما به ویژه خانواده‌های شهدا و جانبازان که من خودم به عنوان هم برادر شهید و هم برادر جانباز هر دو عنوان رو دارم، باید از حکومت دلیل این همه هزینه گذاشتن بر گرده ملتی رو که به خاک سیاه نشوندن پرسش بکنن، دلیلش رو بخوان و مانع ادامه همچین کاری بشن. اماکن توریستی و زیارتی عراق رو که ما نباید بسازیم، بگذارید خودشون این منبع بزرگ درآمدسازی رو تجهیز کنن. بعدش ملت خردباخته ما، ملت قهرمان ما ظرف کمتر از 1-2 سال با دلارایی که میبرن اونجا جبران همه هزینه هاشون رو میکنن. مگه همین 40 گذشته حکومت اسلامی 2 میلیون شبه ایرانی رو نفرستاد عراق؟ اینها رو فرستاد تا با رفتنشون در واقع سبب امنیت زنهای عراقی از تجاوز داعش بشن. تازه برای همین خدمتی که اینها به اونا کردن نفر $40 هم گرفتن ویزا بهشون دادن. این وضعیت کشور ما.
مگه بازسازی مشهد رو این مقبره بدون جسد مثل سرنوشتش هم مثل همون سرنوشتیه که امام حسین داره، ولی این بار با مغول در سال 617 اونجا هم اینها مغول ها اومدن این حرم رو ویران کردن و تا سال 643 نزدیک 26 سال در واقع این حرم کلا از بین رفته بود و بعد به این نتیجه رسیدن، خودشون بلافاصله به این نتیجه رسیدن که ما در واقع در عرصه سیاست به یک سری همپیمانانی احتیاج داریم که مردم رو بی‌حس و سرگرم کنن و به تسلیم وادارن و این بهترین بود اینجا و دوباره اون رو بنا کردن. این موضوع رو در کتاب حوادث الجامعه صفحه 286 میتونید برید پیدا کنید. و شما حکومت اسلامی در ایران در لوای نام حکومت اسلامی با پولهای مردم پابرهنه کشورمون اونجا رو گسترش دادید، دوباره ساختید، مجهز کردید، آمادش کردید، هتل‌های شیک توش ساختید، تازه کلی هم خدمات و امکانات ویژه هم برای زائرین عراقی فراهم کردید تا روزا بیان برن زیارت کنن و بنا به اخبار منتشر شده توی در واقع آمارهای خودتون شبها دخترای 22 ساله بیان برن توی همون هتل هایی که برای اینا ساختید اسپریپتیز کنن و برقصن. از کارگردان برنامه تقاضا میکنم آگهی کتاب گویا رو بگذارن. برمیگردیم و به موضوع حرم میپردازیم. با درود دوباره. در رابطه با همین موضوع حرم من به یه مطلبی رسیدم که مسئول به اصطلاح بازسازی اونجا شخصی به نام پولارک داشت توضیح میداد که 2000 تا نیرو در اونجا مشغول به کار هستن که مسئولیت امنیت حرم رو قبول کردن. ببینید این خیلی موضوع جالبیه، امنیت حرم. و در پاسخ به سوال اون خبرنگار ایشون جواب میده که در رابطه با حمله داعش خللی در کار ستاد بازسازی وارد شده یا نه. گفت کار بازسازی به طور جدی انجام میشه. من خواهش میکنم اگر اون عکسای چیز هست نشون بدن در این بخش از گفتم عکسای حرمین رو. میگه که بازسازی داره انجام میشه و ببینید اینها نیروی نظامی هم دارن اونجا رو بازسازی میکنن. به طور جدی داره این بازسازی انجام میشه و اینک در کربلا و کاظمین و نجف همکارانشون مشغول فعالیت هستن که میگه بیش از 400 نفر در صحن حضرت زهرا مشغول هستن و 2000 نفر مشغول به کار در اماکن مختلف داریم. اشاره میکنه با تولیت حرمین هم به توافق رسیدن تا نیروها علاوه بر این که کار بازسازی رو انجام میدن حلقه امنیتی ایجاد کنن و از حرم‌ها دفاع کنن و ستاد مردم نهاد بازسازی در واقع ارتباط عالیات رو مسئولیتش به عهده گرفته، مسئولیت دفاع از حرمین رو پذیرفته. خب ما اینجا به چند تا موضوع برمیخوریم. یکی این که اینها نیروی نظامی رفتن اونجا که از حرم مراقبت بکنن. خب شما به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک کسی که خرد داری،
وقتی یک امامی نتونسته گنبد بارگاه خودش رو نگه داره، وقتی نتونسته از خودش حفاظت بکنه، از میهمان خودش نتونسته حفاظت بکنه، چه انتظاری داری که بتونه برای شما کاری انجام بده و آرزوی شما رو برآورده کنه؟ واقعا دنبال چی هستید شما؟ اینها باید این نیروهای نظامی بدن اونجا تا مراقب باشن کسی آسیب به ساختمون این حرم نزنه. چقدر انسان که میهمانان اون امام بودن در اون حرم هنگام زیارتش کشته شدن در همین تخریب ها. بعد جالب اینجاست که اشاره میکنه که میگه نیروها رو شما چجوری برای بازسازی میارید. میگه که ما در مورد چگونگی بازسازی و توسعه فضای حرم از طریق ستادها در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها ثبت نام میکنیم، اما در شرایط فعلی اولویت ما استفاده از نیروهایی است که علاوه بر فعالیت‌های عمرانی آموزش‌های نظامی دیده باشن. کجا برای ساختمون سازی آموزش نظامی میبرن؟ شما در واقع نیروی نظامی بردید اونجا که بتونید در رابطه با این آبروریزی که برای اسلام شده بتونید کاری انجام بدید و هزینه کردید به بهانه بازسازی رو در واقع پوششی قرار دادید برای حفظ آبروی اسلام و اینو دارید از گرده مردم بیچاره ما میکشید بیرون. این آقای فلارک وضعیت اطباء رو در رابطه با درگیری ها اشاره میکنه. در یه بخش دیگه ایش من دیدم اشاره کرده بود که در یکی از اون شبا میگفتش که همون شب یه گروه 80 نفره در سامرا نیروی فعال و بازی که برای بازسازی اونجا داشتیم، اونها خوشبختانه تونستن سلاح به دست بگیرن و از حرم دفاع کنن. نیروهای عراقی هم کمکشون کردن و این گروه تروریست های اجاره‌ای در واقع متواری شدن. خب واقعا شما چی دارید فکر میکنی؟ واقعا باید یک نیروی نظامی بره اونجا از یک حرمی دفاع بکنه که شما میرید با عجز و درماندگی ازش درخواست میکنید که گره‌ای از کارتون باز بکنه؟ و همین شما میرید با پولهایی که میریزید توی اون حرم در واقع قدرت میدید به اونها که بتونن به حماقت شما بیشتر بیفزاین؟ وای از ما که ما داریم نسل‌های آینده‌مون و ما به خصوص در این دوره، در این زمان که این همه امکانات، این همه تکنولوژی و این همه برخورداری از اطلاعات وجود داره و ما داریم از اون غافل میشیم. ما نمیتونیم پدرامون رو مقصر بدونیم به خاطر اینکه نتونستن با ما اینطور سخن بگن، به دلیل اینکه اونا رابطه‌ای با مردم نداشتن. ولی ما اینجا رابطه داریم. من تو استرالیا دارم از طریق امریکا برای جهان پیام میفرستم و شما با یک اشاره کوچیک به شاسی کیبورد کامپیوترتون میتونید هر چیزی رو که میخواید برای خودتون فراهم بکنید و روش تحقیق و بررسی بکنید، جستجو بکنید. امروز اگر ما بیایم این گونه مسائل رو بهش باور بکنیم و بپذیریم و براش هزینه بکنیم، ما به نسل‌های آینده داریم خیانت میکنیم و در تاریخ نام ما به عنوان خیانتکارترین انسان‌ها به اون سرزمین ثبت خواهد شد. من فکر میکنم وقت برنامه‌ام تموم شده. با پوزش از همه شما اگر سخنی گفتم که برای شما خوشایند نبود، من ادای وظیفه کردم. به خاطر وظیفه‌ای که دارم سخنم رو میگم و آنچه در واقع شرط بلاغه است به تو میگویم، خواه پند گیر از سخن من، خواه ملال. همه شما رو تا هفته آینده به ابوالمجدای پاک ایران میسپارم به امید آشتی کردن همه ایرانیان با خردشون. خدا نگهدار. ای ایران ایران دور از دامان پاک از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبزت دور از تاراج خزان، جور زمان درخشان، ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان.